بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میگوید یک روزی من مشغول بودم و ذکر میکردم و ذکرش این بود که لا حول ولا قوة الا بالله. میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدند که من میگفتم لا حول ولا قوة الا بالله. میگوید مرا صدا کردند و فرمودند که یا عبدالله ابن قیس الا ادلک علی کلمة من کنوز الجنه. عبدالله ابن قیس نام ابو موسی اشعری هست. دوست نداری که من یک کلمه ای را که از کنزه های بهشت هست، از گنجینه ها و خزانه های بهشت هست، میخوایی به تو آموزش بدم؟ قلت بله یا رسول الله، بله یا رسول الله، من دوست دارم. بفرمایید کدام کلمه هست که جزو کنزه ها و سرمایه های جاویدان بهشت هست؟ بگید فرمودند لا حول ولا قوة الا بالله. همین جمله خیلی ساده که همه من و شما احیانا با قصد یا بدون قصد هنگامی که ناراحت میشیم اتفاقی میافتد میگوییم لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله یک کنزی هست، یک خزانه و گنجینه هست از گنجینه های بهشت. یعنی این که اگر شما این جمله رو ورد زبانتان بکنید، در مقابل هر بار گفتن لا حول ولا قوة الا بالله یک خزانه در بهشت دارید. پس بنابراین کجایند کسانی که دنبال سرمایه هستند، میخواهند که سرمایه جاویدانی رو برای خودشون حفظ بکنند؟ بهترین جمله یا یکی از بهترین جمله ها همین جمله هست که لا حول ولا قوة الا بالله. پس بنابراین تا جایی که میتوانیم لا حول ولا قوة الا بالله را ورد زبان بکنیم تا اینکه انشاءالله خزانه های ما در روز قیامت و سرمایه هایی را که ما در روز قیامت انشاءالله داریم هر روز بیشتر و بیشتر بشود تا اینکه در روز قیامت انشاءالله جز کسانی باشیم که اعمال و کارهای خیر و ثواب بسیار زیادی رو انجام داده باشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.